الله اکبر، این یعنی بی خیال دنیا، بی خیال ثروت، بی خیال ماشین، بی خیال غصه. دنیا رو پشت سرم میذارم، میخوام با خودت صحبت کنم. ابن قیم رحمه الله میفرمایند زمانی که در نماز سوره فاتحه رو میخونید، در بین آیه ها توقف کنید و منتظر جواب از طرف الله متعال باشید. مثلا الله اکبر، دعای استفتاح را که خوندیم بعد سوره فاتحه، الحمدلله رب العالمین، الله متعال در جواب میفرمایند بنده منو ستایش کرد. الرحمن الرحیم، الله متعال در جواب میفرمایند بنده منو با صفات زیبا و بزرگی یاد کرد. مالک یوم الدین، الله متعال میفرمایند بنده از من تمجید کرد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله متعال در جواب میفرمایند این بین من و بنده مشترکه و هر چی که بخواد براش فراهم میکنم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، الله متعال در جواب میفرمایند بازم این بین من و بنده مشترکه و هر چی که بخواد براش فراهم میکنم. وقتی نماز میخونی منتظر جواب از طرف الله متعال باش. سلام علیکم.